در حالی که در روابط سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان یک نوع سردی راه یافته است، ولی یک مقام پارلمان تاجیکستان معتقد است که این وضعیت با همکاری های اصولی سازمان با نفوذ بین المللی با تاجیکستان اثر جدی نخواهد گذاشت. عالم سلیم زاده، رئیس کمیته بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعاتی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت شاید یکی از سبب‌های سر شدن روابط میان تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت گروه مخالفان در جلسه سالانه این نهاد در شهر ورشاوا در ماه سپتامبر سال گذشته بود. و گفت صاحب عنوان شریک و همکار تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی به حضور اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و نمایندگان گروه‌های دیگر مخالفان که فعالیت آنها در کشور ممنوع شده و برخی از آنها تروریست اعلان شده‌اند نباید اجازت میداد. همزمان عالم سلیم زاده ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های صاحب با تاجیکستان در بخش‌های اجتماعی، نظامی، مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی همچنان ادامه خواهد یافت. وی در این زمینه با کمک‌های فنی این سازمان بین‌المللی با کوشش‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مجهزسازی دیدبانگاه‌ها و تأسیس مرکز آموزشی برای افسران مرزبانی اشاره کرد. همچنین با گفته عالم سلیم زاده، پارلمان تاجیکستان با اسامبله پارلمانی اروپا همکاری‌های گسترده داشته و هیئت پارلمان تاجیکستان منتظم در جلسه‌های این نهاد شرکت می‌کند. در نظر است هیئت پارلمان تاجیکستان در جلسه اسامبله پارلمانی اروپا در شهر مینسک پایتخت بلاروس در ماه ایول سال جاری شرکت کند. مردان محمد، رادیو صوفی، دوشنبه، آزادی.